سلام بینندگان عزیز، با کوروش مدرسی هستم در مورد اوضاع جاری در ایران. کوروش مدرسی لطف کردید. خواهش می‌کنم. اوضاع فعلی رو شما حتما تحت نظر دارید. اعتراضات به دنبال مرگ منتظری بود و بعدش آسورا و تاسوعا و عاشورا رو داشتیم. بله. تبیین شما این تحرکات از این اعتراضات چی هست؟ ببینید انکشاف جنبش سبز منتها شما باید دو سطح از مسئله رو از هم جدا کنید. یه سطحش بخشی از معترضینی که تو خیابونن فکر میکنن دارن فرصت طلبی میکنن، بهانه میکنن تو چارچوب اسلامی ظاهر میشن برای اینکه اسلامو بزنن، با حجاب ظاهر میشن برای اینکه حجاب رو بر علیه حجاب مبارزه کنن، فکر میکنن که موسوی بهانه است و به اصطلاح تو قالب جنبش اسلامی میشه ظاهر شد و برای آزادی مبارزه کرد. این نوع فرصت طلبی و این نوع خودفریبی همیشه تو جنبش‌های توده‌ای، تو جنبش‌های اجتماعی هست. مردمی که به اصطلاح خیلی ساده فکر میکنن که میریم حالا شلوغش میکنیم بعد یه چیز دیگه از توش در میاد و این همیشه اشتباه است و همیشه اشتباه است. وقتی نگاه کنین میبینین که عیناً به یه معنی تجربه سال 57 دوباره داره تکرار میشه، منتها توی ابعاد مینیاتوریش. سال 57 هم اونایی که اومدن تو تاسوعا و عاشورا خیلی هاشون طرفدار اسلام نبودن. اونایی که اومدن توی به اصطلاح تظاهرات اسلامی و رضایت دادن به هژمونی اسلامی نبودن، ولی عملا جنبشی که اومد و به اصطلاح حاکم کرد خودشو بر اون حرکت اجتماعی، اون جنبش میبره و این تجربه سال 57 متاسفانه امروز به نظر میرسه که تجربه سال 57 کلا برباد رفته و دوباره چرخ تاریخ برگشته و مردم دارن به قول مارکس از ذهن مردگان دوباره دارن تغذیه میکنن برای اینکه مبارزه زندگان رو نمایندگی بکنن و این مبارزه همیشه بازنده است. این برنده کسی که طرفدار آزادیه، کسی که طرفدار برابریه، کسی که طرفدار خلاصی حتی فرهنگی از دست جمهوری اسلامیه، این وسط نفعی نخواهد کرد، چون جنبش اسلامیه، چون هدف و وسیله دو چیز جدا از هم نیستن. شما نمیتونین با یه جنبش اسلامی به جنگ اسلام برین، شما نمیتونین با یه جنبش ضد زن به جنگ ضدیت با زن برین، شما نمیتونین به جنبش ضد کارگر به دفاع از طبقه کارگر برین. فکر میکن اینو تو سطح سیاسی که بهش میگن اپورتونیسم و احزاب سیاسی که اینو توصیه میکنن اپورتونیستای کاملا کلاسیکن. تو سطح توده مردم همیشه خودشون اینجوری فریب میدن. وقتی که به اصطلاح جنبش قوی تری تو میدون نباشه مردم خودشون متاسفانه فریب میدن، همونطور که سال 57 خودشون رو فریب دادن. چرا احزابی که حتی سکولارن، از این جریانات مختلف، بخشای مختلف بورژوازی، از لیبرالش، از ناسیونالیستش، از سکولارش، از نیمه مذهبیش، از مذهبیش، همه پشتشن؟ ببینین وقتی که بوشیزم و سیاست نئوکانسرواتیسم آمریکا شکست خورد و کل بخشی از بورژوازی به اصطلاح پروغرب ایران که امیدش و خودش هم جبهه اون بود شکست خورد در مقابل جمهوری اسلامی و اون جنبش به اصطلاح اون وقت اون نوع جنبش سرنگونی شکست خورد، جنبش سرنگونی که اونا منادیش بودن، جامعه در مقابل یه انتخاب قرار گرفت، یه انتخاب رادیکالیزه شدن به سمت کمونیسم طبقه کارگر، به سمت رفتن عمیق‌تر شدن و یه انتخاب دیگه این که تو خودشو توی چارچوب نظام به اصطلاح محبوس کنه، به کمتر رضایت بده. این انتخابا هر وقت در مقابل جامعه قرار میگیره بورژوازی تصمیم میگیره بره اون پشت اون سیستمی که به اصطلاح نظام بورژوایی رو نگه میداره. شما اگه سال 57 نگاه کنین، سال 57 هم جامعه با شروع اعتراضات در مقابل چنین انتخابی قرار گرفت. اون وقت به هر ملاحظه‌ای گوادلوپی درست شد و تصمیم گرفتن که بورژوازی بره پشت جریان اسلامی برای اینکه نظام را نگه داره، مانع رادیکالیزه شدن فضای جامعه به نفع طبقه کارگر بشه و کل بورژوازی رفت پشت عملا جمهوری اسلامی، از BBC و از حزب BBC و آمریکا و فرانسه و جبهه ملی و تمام سکولارا و تمام چپایی تو جامعه اون زمان، تمام اونایی که واقعا جنبش بورژوایی بودن و منفعت طبقه کارگر رو به شفافیت دنبال نمی‌کردن که گره می‌خوره واقعا به آزادی و برابری، رفتن پشت، مسئله‌ای نداشتن به این جنبش بپیوندن. امروز هم دقیقاً همون اتفاق یعنی داره میفته. جامعه در مقابل یه انتخاب رادیکال قرار گرفته، انتخاب رادیکال رو میزنن
دستگیر میکنن، زندانی میکنن، سرکوب میکنن و از یه طرف دیگه کل بورژوازی میره پشت یه آلترناتیوی که نظام بورژوایی رو در هر حال در هم نمیشکنه، تضعیفش نمیکنه. در نهایت هم یه جریانی میاد سر کار که اوضاع رو تو چارچوب منفعت بورژوازی نگه میداره و حتی تو چارچوب نظام امروز نظام جمهوری اسلامی نگه میداره. گفته میشه اگه این اعتراضات ادامه پیدا کنه با توجه به اینکه این اعتراضات علیه جمهوری اسلامیه، محصول این اعتراضات در انتها نمیتونه یک جمهوری اسلامی خفیفتری باشه. این یه خودفریبی بزرگه. ببینین مسئله نیست مردم به چی رضایت میدن، هیچ وقت مسئله این نبوده. مسئله اینه که اونی که سر کار میاد چی رو میتونه به مردم تحمیل کنه. مردمی که همین استدلال میکردن، میگفتن اگه رژیم سلطنت سرنگون بشه هیچکی نمیتونه دیگه اون مردم به استبداد رضایت نخواهند داد. بحث رضایت مردم نبود، بحث بر سر این بود جنبشی که میاد سر کار شروع میکنه به قتل عامی که و موجه داره و یه به اصطلاح پایه‌ای داره که خودشو تثبیت میکنه. جمهوری نظامی که از این جنبش بیاد سر کار اولین کارش اینه که کارخونه هر جور تشکل کارگری رو ممنوع میکنه، کمونیستا رو اعدام میکنه و آنچنان فضای اختناقی رو به پا میکنه که اون وقت جریان اسلام احتیاج داره برای اینکه فضا رو مختنق نگه داره. این نیست که مردم به چی رضایت میدن، اینه که سیستمی که میاد سر کار چه چیزی رو میتونه تحمیل بکنه و این در رفتن به سمت، یعنی این جنبش سبز جامعه ایران رو داره میبره با سر به سمت سلاخی مجدد طبقه کارگر و کمونیست‌ها و آزادیخواهان ایران و خودفریبیه و هر کی به مردم داره میگه که به این اعتراض بپیوندین دروغ میگه به مردم، داره به طبقه کارگر دروغ میگه. اینطور نیست. جنبشی که موسوی و منتظری رهبرانش باشن اولین کشتارا رو از طبقه کارگر و از به اصطلاح کمونیست‌ها و آزادیخواهان میکنه. وزیر خارجه‌اش میشه آدمایی مثل بهنود و این بی بی سی چیا و اولین حکمشون اینه شوراپورا مالید. سوالی نیست طبقه کارگر شوراپورا مالید رو قبول میکنه، سوال اینه که طرف قدرتشو داره خودشو تحمیل بکنه. اگه در رأس جنبشی باشه که جمهوری اسلامی رو انداخته قدرتشو داره، یا جمهوری این خامنه ای رو انداخته قدرتشو داره. سوالش اینه که ما مردم باید چی بگیم؟ بگیم که آره همینه، برین سینه بزنین و برین بگین حسین حسین یا میر حسین؟ مرگ بر دیکتاتور یعنی این که مرگ بر خامنه ای ولی زنده باد هاشمی رفسنجانی. این نسخه پیچیدن برای یه تراژدی عظیم‌تر در آینده و کسی که این رو در مقابل مردم طبقه کارگر قرار نمیده داره روز روشن انگشت میکنه، خاک میپاشه تو چشم طبقه کارگر. تو فرهنگ سیاسی بهشون میگن اپورتونیست، بهش میگن نون به نرخ روزخور و حزب باد. از هر طرف بیاد بادش میدن. اینا سال 57 امتحانشون رو دادن. اینا سال 57 همین درست همین استدلالا رو کردن. با همین استدلالا مردم بردن به تاسوعا و عاشورا و به اصطلاح چله و نمیدونم هفته و چله و فلان مراسم مذهبی. شما نمیتونین با مراسم مذهبی برین به جنگ مذهب. اون مراسم مذهبی‌های نوع دیگر رو به سر کار میاره. کوروش مدرسی میگن در عمل مردمی که اعتراض میکنند از چارچوبی که موسوی و منتظری تعیین کردن اونورتر میرن. چجوری؟ و پایه‌های نظام و هدف قرار میدن. اینا خودفریبیه. مردم اون که انگیزه اونی که میاد داد میزنه چیه یه چیزه. این رو نباید اشتباه کرد. انگیزه همه اونایی که اومدن داد زدن مرگ بر شاه این نبود که جمهوری اسلامی بیاد. منتها شما توی چارچوبی، توی به اصطلاح وضعیتی جامعه رو قرار میدین که اون آدم دیگه‌ای که این خاصیت رو داره، آدمی مثل منتظری و موسوی امکان پیدا میکنن که اون وقت سرکوب کنن اون یکی رو. کاری که جمهوری اسلامی ممکنه الان نتونه انجام بده. میگن این چارچوبای مذهبی یه ظرفیه برای اعتراض مردم. به این خاطر ظرفیه. خب همین نکته است. شما نمیتونین ظرف مذهبی برای اعتراض ضد مذهبی درست کنین تو قرن 21. اگه دوران رنسانس میشد یه همچین کاری کرد، قرن 21 این پوچ شکست خورده است. یه مذهب سیاسیه، مذهب دولت باش قاطیه، جدایی دولت از مذهب یه خواست پایه‌ای این جامعه است. شما نمیتونین دولت رو از مذهب جدا کنین با یه جریان مذهبی. این عکس اونه. شما نمیتونین با حجاب برین به جنگ حجاب. مرسی کوروش مدرسی و مرسی که بیننده ما بودید.